همه چیز داره داخل گیم مورد علاقت عالی پیش میره تا اینکه فاینال باس هممون تجربهش کردیم، حتی توی برنامه نویسی همه چیز عالی بود تا اینکه ممکن بپرسید اصلا ما چرا پوینتر یاد بگیریم؟ خب دو تا جواب داره. جواب اول که آدم‌های مثلا متمدن اینجوری پاسخ میدن اینه که این سری دیتاهای بزرگ هست که ما نمیتونیم به راحتی انگولکشون کنیم. چقدر دقیقاً بزرگ؟ مثلا به یه فایل فکر کنین که توش دیتا داره. یعنی نمیتونیم هی اساینشون کنیم به این ور اون ور و خیلی زمان بر هستن و خب تقریبا نمیتونیم بدون پوینترش کار خاصی رو انجام بدیم و همه این مشکلات با پوینتر حل میشه. چطوری دقیقاً منظورم چیه؟ توی ویدیوی بعدی بهش میپردازم. پاسخ دوم که به نظرم هم خیلی منطقی تره و هم من خیلی بیشتر حال میکنم که اینجوری پاسخ بدم اینه که نمره میخوای؟ بیا یه پوینتر یاد بگیر، نمرت تو اینه، همینی که هست. خب حالا اگه قانع شدین که باید پوینتر یاد بگیرین بریم سراغ پوینتر تو ممبر اکسس اپراتور. اول از همه باید بگم که وقتی توی یوتیوب راجع به پوینتر سرچ میکنین توی توتوریال های مختلف میگن که پوینتر خیلی آسونه. Pointers are not that complicated. ما میخورم کی میگه آسونه؟ این چینی نیست، این کد سیه. خب بذارین شروع کنیم کار. این مدل توضیح هم که من میدم کاملا طرح و ایده خودم بوده و اصلا هم تصاویری که میبینیم از چنل یوتیوب لو لول لرنینگ ندزدیدم. خب شما نیاز داریم به یه دید کلی از مموری واسه فهمیدن پوینتر. هر خونه مموری توی کامپیوتر یک آدرس داره، مثل خونه‌های ما. شما اگه توی این خونه مموری مقدار X رو ذخیره کنی چی میشه؟ این خونه که آدرس خودش رو داره شامل یک مقدار میشه که ارزش یا ولیو اون مقدار X هستش. حالا فرض کنید توی این یکی خونه مموری این مقدار رو ذخیره کنید. حالا اگه از کامپایلر مقدار این خونه رو بخوایم بهمون چی میده؟ آره همین اعداد رو بهمون میده، با اینکه آدرس یه خونه دیگه است، چون به هر حال یه عدده. واسه یه همین باید این آدرس رو تو پوینتر، یعنی اینکه بگم این عدد نیست و آدرسه که سینتکسش هم این شکلی. و حالا اگه از کامپایلر مقدار این خونه رو بخوایم بهمون بله بازم کامپایلر به ما رکب میزنه. چرا؟ چون بازم داریم مقدار پوینتر رو از کامپایلر میخوایم که مقدارش آدرس یه خونه دیگه است. واسه اینکه بهش بگی این آدرس رو میبینی سرشو بگی بگو تهش چیه. از اپراتور سرشو بگیر بگو تهش چیه استفاده میکنیم که بازم ستاره است. یعنی اگه یک بار استفاده کنیم موقع تعریف کردن پوینتر رو تشکیل میده، اگه یک بار دیگه موقع استفاده از اون پوینتر پشتش بذاریم مقدار در اون آدرس رو بهمون میده. برای فهم بهتر شما من از ابزار هم اتاقی استفاده کردم و خب اینطوری بذاریم بهتون توضیح بدم که پوینتر اشاره کننده هست. اگه من دستمو به سمت اسنان مرادی نشانه بگیرم و کسی ارزش دست من رو بخواد به دست بیاره اسنان مرادی نصیبش نمیشه. همونطور که وقتی ما مقدار ارزش پوینتر رو از کامپایلر خواستیم بهمون اون عدد رو نداد، آدرسش رو داد. ارزش و مقدار دست من هم اسنان مرادی نیست، ارزشش میشه اشاره‌گری به سوی اسنان مرادی. حالا اگه ارزش مقدار اشاره شده توسط دست من رو کسی بخواد اون موقع هست که جواب میشه اسنان مرادی که به این عملیات میگن دیرفرنس کردن که با همون اپراتور ستاره پشت پوینتر نشون داده میشه. این ویدیو توضیحات مسخره و بیسیک پوینتر بود واسه آدم‌های مسخره و بیسیک. در ضمن فراموش نکنید نظرات ارزشمند خودتون رو واسم کامنت کنید، چون تو الگوریتم یوتیوب خیلی بهم کمک میکنه، وگرنه کی نظر شما اهمیت میده.